بدعت از زبان عربی اگر ترجمه تحت لفظی کنیم نوپیدا میشود. چیزی نوپیدا، چیزی که نبود، پیش نبود، بعداً پیدا شد. اصلا در عقیده بدعت همش بدعت سیئه است، بدعت بد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی تحذیر داده است. میگه الا کل محدثة بدعه و کل بدعت سیئه. آگاه باشه، میگه که هر چیزی نوپیدای بدعت است و بدعت کشید بد است، یعنی که کاری ناخوب و ناخوش است. همین را بسیاری محققا با عقیده نسبت میتن که در عقیده حقیقتا بدعت ریشه برکنه. در عقیده مسلمان باید بدعت جا نداشته باشه. اما در مسئله فروعات، در مسئله فقه، علما بزرگا بدعت تقسیم بندی کرده گیرند. حد اقل به 2 حصه. میگن بدعت در فروعات حسنه میشه و بدعت سیئه. از کجا گرفتن میگه؟ چرا گفتن که بدعت حسنه شده میتونه؟ مثلا ای پیش خود گپ زدن نمیتونن. در صحیح بخاری در کتاب صوم والله علم حدیث رقم 2010 از حضرت عمر روایت شده است که وقتی همین نماز تراویح با جماعت در مساجد با یک امام با ختم قرآن تشکیل کرد هر شب، حضرت وقتی اومد مردم دید که همطوری اجتماع کردگی و هم از کفای ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه صف بسته نماز میخونن، گفت نعم البدعة هذه، عجیب یک بدعت خوبی هست. یعنی همینجا حضرت عمر همین کلمه بدعت اگر چنده که به معنای لغویش استفاده بوده است، اما با شریعت نسبتش داده است که این نماز عمل شرعی است که عمل دنیوی نیست. که وقتی گفت نعم البدعة هذه، از همین خاطر گفتن که هر چیزی که نو است اگر به شرطی که با شریعت خلاف نداشته باشه، یعنی اصلا که در شریعت داشته باشه، اگر چند شاید در زمانهای پیش نبود، در زمان پیغمبر و در زمان خلفای راشد صحابه نبود، اما اگر به شرطی که با شریعت منافات نداشته باشه، ان شاءالله این بدعت حسنه است. مثل که اینا تأسیس مدارس در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در زمان صحابه های پیغمبر، حتی در زمان تابعین، از جمله در همین زمان حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مدرسه نبود، مدرسه نبودن. این همه امام بخاری بزرگ تعلیمش در مسجد میداد است، بعدا در خونش داد، نبود مدرسه، در مسجد تعلیم میداد. اما بعدها به خاطر اون که درسای مقصد که کانکریت نشیدن، هر رشته به خودش مقصد که استاد داشت، مخصوص جاها تیار کردن با نام مدارس، مدرسه ها، و در اونجا تعلیم ها را دادن. چی در زمان پیغمبر و در زمان صحابه پیغمبر نبود. انا گفته دیگه بگیم که این سیئه هست، درست نیست، گفته نمیشه. یا همین تعلیم علمی صرف نحو، گراماتیک زبان عربی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه احتیاج نبود. برای هم مسلمانایی که بودن که هم مقصد یا اصلا عرب بودن یا که همش زبان عربی را بلد بودن، احتیاج نبود. اما بعدتر وقتی که اسلام انتشار یافت و مردمی که مقصد که از اسلام دورتر بودن اسلام قبول کردن، وقتی فضیلت بزرگی دین مبین اسلام دیدن قبول کردن، اونا زبان عربی را نمیدونستن. برای اون که قرآن درست خونده بتونن، برای اون که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به غلط خونده بتونن، انمی تعلیم علم صرف نحو پیشنهاد شد. نبود پیش چی در زمان پیغمبر و صحابه نبود گفته بدعتش بگیم، بدعت سیئه بگیم، بدعت کو هست، لیکن ان شاء الله این بدعت حسنه. تدوین حتی کتابای احادیث در زمان پیغمبر و صحابه نبود. حضرت عمر کسایی را که همین سخنهای پیغمبر را در ورقه می نوشتن جمع میکردن، امر کرد گفت همین را بگیره بسوزونین و بود کنید. من نمیخواهم که با کتاب پروردگار چیزی را خوش کنن، الوه کنن، اومیخته نکنن. اما وقتی که مردم دیگه قرآن کلا دیگه حفظ میدونستن و مصحف علاقه پیدا شده بود، دیگه خوفی به هم اومیخته شده نبود. علاقه در زمان تابعین بعد تابعین، حتی باری اول میگن امر از جانب عمر ابن عبدالعزیز شده است، انا عبیره حضرت عمر از جانب همون آدم شده است که جمع آوری کنه همین کتابای حدیثای پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل کتاب. ببینید
این بدعت است. هر چیزی که اول نبود با پیدا شد بدعت که باشه بدعت است. اما این بدعت سیئه گفته نمیشه. نعوذ بالله. حتی یک شخصیتی به نهایت بزرگ است به نام عیسی ابن عبدالسلام. همین شخص شافعی مذهبه. نه که علمای چهار مذهب اهل سنت و جماعت همین آدم احترام میکنن و واقعا همین بزرگیش قبول دارن. چی در جوده شریعت باشه و چی در جوده دنیا. در همین جوده دنیا هم جوان مرد بوده است. غیور بوده است. شجاع بوده. این شخص بایع الامرا میگن. بایع یعنی خریدار، خرنده امیرها. در همین مصر در زمان ایوبی ها یا عادت بود غلامای ترک همه خریدن از بازار همچه جنگاور استفاده میکردن. بعدا همین جنگاورها افیسر میشیدن، گنرال میشیدن یا دیگه کماندویشی میشیدن. حتی نایب سلطان مصر، نایب یعقوب سلطان یک نفر از همین مملوکا بود، از ممالک بود. این همین مرد به درجه با غیرت شجاع بود است که مکتوب نایب سلطان نزدش میارن که امضا کنی. مفتی بود میگه من ایده امضا نمیکنم. این نایب سلطان غلامه میگه این حقوق خیلی قانونا را قبول کردن ندارم. ها بچه گفتن تو هشوری دیوانه چی گفتستی؟ گفت درباره نایب پاچا رفتستی. گفت کسی نباشه این غلامه. خبر به اشرف بردن. این اشرف از نبیروهای صلاح الدین ایوبی سلطان بود. بس صداش کرد. این مرد گفت هشوری دیوانه تو چیکار کردستی؟ اوی نایب من ایتن چی به امضا نکردی؟ گفت این غلامه تا زمان آزاد نشوه حق این کارو را کردن نداره. او خودش مالی بیت المال مسلمان ها او چقدر حق داره که رسپریجت میکرده است. مقصد که خزینه بیت المال و مالی دولت ها. بگو اخ من آزادش کردم که گفت شاه هم تو حق آزاد کردن نداری. او از بیت المال ایلیش نیز بریجلی تو نیست اونا تو نمیتونی. بگو ویرا چخیل نباشه آزاد میکنن. ایرا گو باید در بازار برن سودا دمانن یکون کس اگر بخره آزادش کنه با آزاد میشه. پولش باید بیت المال دبره. ها بچه گفته همین را فروختن میتونی؟ او میتونم نمیتونم که حکم شریعت همین ایاخی. بگو خیلی را خبرت کردم. این مردم مقصد که هم قدرت توانایی دارن، هم سیاست دارن، هم قوت دارن. اوخی پهلوان او یک مرد شجاع و جسوره بود به نام سیف الدین قطز. در آینده همین سلطان مصر میشود. آدمی که باری اول در تاریخ بشریت خشون مغولا را شکست داد پر رفت. نه چنگیزخان نه. نه برای چنگیزخان هلاکو خان. در همین عین جالوت ولی ببینه همین جنگ حل کننده ای که پیشروی مغول ها را به سوی شام منع کرد، شام و مصر. آن همین جنگ بود. در همین جنگ سلطان مسلمان ها آنمو سیف الدین قطز است. این همین آدم گفته است که ایرا باید برای سوداش کنن. بگو که در ملکی که غلام ها حکم میکنند من گفت مفتی نمیشم. میرم گفتن این مرد. خیست اومد میگه امر کرد فرزندوش که جمع کنه برو بنره حکم کوچه میری ای میشه. این همین نایب سلطان خودش شخصا میوید شب در همه کنه. پسرش میگه اومد در اکشاد که نایب سلطان دید همین پهلوان به دست اوخی سیف الدین قطز سرلشکر بود در دست شمشیر. میگه پدرت از اون صدا کن. این اومد دست پوش لرزه گرفت است. پدر گفت چی با بیکارت کردی؟ میکشد همین آدم. گفت بچم نترس. گفت پدری تو او قدر قیمتی نداره که شهید شود. او قدر قیمتی من ندارم. گفت تو نترس. خیست اومد پیشش گفت زدنی بزن من وقت ندارم. گفت چی با تو در بین مردم همین آوازه و شایعه ها را کردی مرا به ابرو کردی؟ گفت من ترا به ابرو نکردم. من حقیقت حالا گفتم تو آدم خوبی، تو آدم بزرگی، نیکی غلامی، تو مالی بیت المال مسلمانایی. بعد چیکار کنیم؟ گفت ترا باید گفت در بازار بفروشم. گفت کی جرأت میکنه مرا بفروشه در بازار؟ گفت اینم من با قیمت درون میفروشمت با پول حساب بیت المال یک مسجد راست میکنیم. این جسارت دید، جوان مردی را دید. سبحان الله همین تا دستاش بوسه کرد. گفت اگر همین تو بفروشی من راضیم.
این همی 10-15 نفر کماندویوشی و عینوی بی سلطان سر کردگی همه را در بزرگ قطار کرده است. در بینشون ظاهری بیبرس هم بده است. این ظاهری بیبرس بعد یمی سیفالدین قدوس پادشاه مصر شد 23 سال حکومت کردگی ای. این صلیبدارا را هم زیر زبر کرد، مغولا را هم زیر زبر کرد. مردی خدا حقیقتا زور بود. همه هم را قطار مونده در بزرگ سودا کرده است. امیر دبیوی بچا، امیر دبیوی همه هم را فروخت، پول با بیت المال گردون. برای همین ایرا بایع الامرا میگن. بیایر سری مسئله خدمت میگه البدعت علی 5 اوجه. بدعت 5 نوع میشود. بدعتی هست که واجبه، بدعتی هست که واجبه. اینا مثل تدوین کتب مفیده و مثلا اینا کتابای حدیث و تفسیرهای قرآن و دیگر. بدعتی هست که بدعت مستحبه. اینا مثل که نماز جماعت هم میگه نماز تراویح در مساجد 1 ماه پی در پی میخونند. حتی بعد ختم قرآن هم میخونیم که نماز تراویح حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است، اما همگی 3 بار کردگی. اگر چنده در مذهب ما تراویح بدعت نمیگیم، ما میگیم سنت ای، اما در مذهب امام شافعی که همه ابن سلام مهم مذهب است، در اونا تراویح میگن که بدعت مستحبه. بدعتی هسته که مباح، رخصت ای. این مثل که اوقی زندگی مردم ها ببینه دیگرگون شده است که کی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدر نوش نعمت بود. همین خرما بود در پیش اونا، یا مقدارک آب بده، یا مقدارک شیر بده، دیگه چیزی دیگه نبود. وقتی این شخص از همین پول حلال خودش که میخره، مال حلال خودش میخره، اگر چند نوش نعمت هم بخره، بروش رخصت ای، مباح ای. بدعتی هست که مکروه ای، کراهیت داره. حالا در همین جمله بدعت‌های مکروه در مذهب ما این همین بامدادا در بعضی مساجد نماز میخونن، بعد همین تا کروک میستن سلام میکنن که آن همین را درو وردگی علی القاری همین را درو وردگی. و بدعتی هست که حرام است. آنمو بدعت زلالتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که الا کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. آن همین مقصد. به همین خاطر در فروعات اگر بگیریم بدعت نو میشه. بدعتی هست که مستحبه و خیر و خوبه، اما بدعتی هست که مکروه. این مثل نوسکشی و پاپیروسکشی و همین هم بدعتن که خوب که نیستن. مقصد که عاقبت های ناخوش دارن، بوی بیزیب دارن، انسان معتاد میکنن. از همین خاطر یا کراهیت دارن. بابای حاجی فهمیدی؟ خدا حفظ.